یه دانشمند یه آزمایش انجام داده که تو اینترنت هم بزنید میاد بالا، خیلی جالبه. میگه یه ماهی گوشتخوار خیلی وحشی رو میذاره توی یه آکواریوم و طعمه اون ماهی که یه ماهی کوچولو هست رو میذاره تو اون طرف آکواریوم و وسطشون یه شیشه بیرنگ میذاره. این ماهی گوشتخواره حمله میکنه به سمت طعمه، کلش میخوره به اون شیشه، باز حمله میکنه، باز کلش میخوره. چند بار که این کارو میکنه دیگه میبینه مانعی وجود داره و تلاشش رو متوقف کنه و میره تو گوشه آکواریوم و اینقدر به این مانع فکر میکنه که اونجا میمیره، در حالی که بعد از چند مرتبه تلاش اون مانع رو اون دانشمند از اون وسط برداشته بود و هیچ مانعی وجود نداشت. منتها اون ماهی تو فکر خودش، تو ذهن خودش فکر میکرد که مانعی وجود داره. ماهی که تازه ما داریم میگیم 30 ثانیه فقط حافظه داره. تمام آن چیزی که در این جهان نمیتونی بهش برسی اینجا اتفاق افتاده.